سلام، من عاطفم، 27 سالم، اهل تهرانم، آلمان زندگی میکنم. میخوام از امروز ویدیو یوتیوب بذارم. امیدوارم که ایده های خوبی به ذهنم برسه توی این مسیر. بچه اشتباه رفتم این میرفتم. بعد خیلی دوست دارم ایده هامو بیارم برای ویدیوهای یوتیوب، مثلا دوبله بذارم، مثلا چیزای هیجان انگیزی که برام اتفاق میفته رو، یا حتی خیلی خنثی رو براتون تعریف کنم. و امیدوارم که نمیدونم خوشتون بیاد دیگه. چجوری بگم، یه خورده نشون بدم اطرافو. من هنوز هیچ تجهیزاتی ندارم، میکروفون ندارم، پایه برای گوشیم ندارم، فقط یه گوشی آیفون دارم که با این میخوام ویدیو بگیرم، شروع کنم ویدیو بذارم و شاید اتفاق افته. شاید کسی باشن که منو دوست داشته باشن. بچه اول اصلا بهتون بگم که آلمان آخر هفته و اول هفتهش و وسط هفتهش همینی که میبینین. خودت یا خودت چی بشه، دم کافه رستورانی یه عده آدم باشن دارن غذا میخورن اینا، و یعنی همینقدر خلوته. اصلا مثل تهران خودمون نیست، اصلا مثل ایران خودمون نیست، اصلا اینجوری بگم بهتر. ولی خب من یه جورایی با خودم گفتم تو اینجا موقتنی تا زمانی که این اتفاق بیفته. ددلاین بر خودم گذاشتم. ددلاین چیه؟ ددلاین یعنی یه تایمی، یه زمانی بر خودم گذاشتم. خودم این برنامه رو نشون بدم، حرف بزنم، همش خودم رو نبینید. ولی اینجا چند تا موتور همیشه هستش، احتمالاً برای فروش هست، شاید برای کسای آدمایی یا نمیدونم، ولی من همیشه اینا رو میبینم اینجا. خیلی خوشگله. بعد اینکه آره اینجوری الان دارم میرم باشگاه. بچه‌ها تو باشگاه هم رسیدم، براتون ادامه ویدیو رو میذارم. بریم باشگاه بعد از 2 ماه. یعنی این 2 ماهی که بهتون میگم واقعا با سستی و تنبلی و بی انگیزگی رو برو بود. بعد از 2 ماه دارم باشگاه. من سالانه بخورم. آووکادو پروت خوردم، توست آووکادو با کاکائو بودش. الان تازه یادم افتاد که فیلم بگیرم، ببخشید. و گفتم بهتون میگم که اینجا خیلی کافه قشنگیه که من فضاشو دوست دارم. با یکی از دوستام اومده بودم اینجا و اینجا به من گفتش که اینجا شبیه چیز خونه میمونه، اصلا خصوصی، ولی به خاطر همین من فضاشو دوست دارم. مثل کافه‌های قشنگ شهر تهران، کریم‌خان، خیلی باحاله. بچه‌ها سلام دوباره. ما باشگاه رسیدیم، بریم که شروع کنیم برای 2 ماه تمرینمون. اوکی؟ خب اول از همه باید گرم کنیم خودم رو. حسابی باید بعدش بچه‌ها واقعا خستم. هیچ کاری هم نکردم، ولی نمیدونم شاید خیلی وقت ورزش نکردم، ولی باید انجام. حتی میگم تو اوج خستگی هم وقتی یه چیزی خستگی انجامش بده، حتی بد. حرکت میزنم، 5 حرکت پا رو میزنم پایین تنه. سبک شروع کنیم. از اون اول نمیخواد سخت شروع کنیم، سبک شروع کن، کم کم به اون چیزی که میخوای میرسیم. ما هم دنبال چیزی نیستیم، دنبال اینیم که یه کاری کرده باشیم توی زندگی.
لزوما نباید از هر چیز توقع داشته باشیم که حتما چیزی بشه. نه واقعا نه. خب بچه ها تموم شد. فقط این که بگم حدود 40 تا 45 دارم تمرین کردم، ولی احساس کردم که دیگه بسته برای امروز، چون بعد از 2 ماه شروع کردم بمیخوام خیلی نواز سنگین میشه. بعد اینکه ویدیو میذارم براتون، قطعا جذابتر میشه ویدیو هام و حمایت کنین، سابسکرایب کنین. دوستتون دارم. بای بای.